دمي ذنبي تعلاني من قلبي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و الصلاة و السلام علی عباده الذین اصطفى. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصله، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم الله متعال را سپاسگزار هستیم که برای ما فرصت عنایت نمود تا با یکی دیگر از سلسله برنامه های زلال ایمان خدمت شما عزیزان باشیم. البته همکار عزیزم استاد سلیمانی عزیز را یک بار دیگر کنار خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت استاد سلیمانی عزیز تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. بنده عرض سلام دارم. ادب و احترام خدمت شما استاد عزیزم استاد رحیمی بزرگوار و همچنین خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. الله رو سپاسگزارم از اینکه فرصت نصیب شد تا بار دیگر در خدمت شما بینندگان عزیز باشم. تشکر. سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. بیننده های عزیز، البته به یاد دارید در برنامه های گذشته ما روی ایمان به الله متعال یا به طور عموم در مورد ارکان ایمان البته صحبت های مختصری داشتیم و ارکان ایمان را جناب استاد سلیمانی عزیز معرفی کردند که ایمان روی چی پایه های استوار می شود. گفتن ایمان 6 تا رکن دارد که همان ارکان ششگانه ایمان گفته می شود که اول ایمان به الله متعال، سپس ایمان به ملائکه، سپس به کتاب های آسمانی و به پیامبران، به روز قیامت و همچنان به تقدیر که این 6 تا ارکان ایمان هستند. البته استاد سلیمانی عزیز گفته بودند که هر رکن نیاز به چندین برنامه دارد که ما روش بحث بکنیم. ایمان به الله یعنی چی؟ ایمان به ملائکه یعنی چی؟ ایمان به پیامبران یعنی چی؟ روی این ارکان ایمان باید ما صحبت های تفصیلی داشته باشیم تا بتوانیم که ایمانی که مطلوب هست از ما، ایمانی که به درد ما در دنیا و آخرت میخورد را به دست آریم. استاد سلیمانی عزیز، بریم به سراغ موضوع. البته موضوع این هفته ما قرار است که روی شناخت الله متعال باشد، چون در ارکان ایمان هم ایمان به الله اولین رکن از ارکان ایمان هست. میشه برای ما مختصرا ارکان ایمان اگر اشارات داشته باشین باز بریم روی رکن اولش که ایمان به الله است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. همونگونه که شما اشاره فرمودید در برنامه گذشته ما به همراه بینندگان عزیز به این موضوع اشاره کردیم که با استناد به روایت به حال حدیث جبرائیل که معروف است به این حدیث و به حال حدیث مشهور و معروفی است و به حال در کتب معتبر حدیث امام جلب بخاری ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در پاسخ به سؤال جبرائیل علیه السلام که ایمان چی هست 6 رکن رو ذکر کردن که البته این تنها مختص به این حدیث نیست و قبل از این حدیث در آیات کلام الله مجید هم ما تمام این ارکان رو داریم، اما به هر حال اینجا در این حدیث همه اینها رو با هم جمع کرده، یعنی مختصر و مفید هست. وگرنه همه اینها رو ما در آیات کلام الله مجید حالا چه مجموعی از اینها 3 4 5 تا رو با هم و چه کل 6 تا رو با هم داریم. و اشاره کردیم که ایمان و وقتی که صحبت از ایمان میکنیم تنها مراد و مفهوم یک بخش فقط این که من به وجود الله متعال قائل باشم این نیست، بلکه یک بخشی، یک جزئی از یک رکن این فقط که ما امروز سعی میکنیم در این باب صحبت بکنیم که اون وجود الله متعال است. و ایمان به الله متعال اولین رکن است. در این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن و بعد فرمودن که ایمان به بعد از الله متعال ایمان به ملائکه است و بعد از ایمان به ملائکه ایمان به کتاب‌های آسمانی است و بعد از کتاب‌های آسمانی ایمان به پیامبران آسمان الهی است. همینطور از بالا که شروع بکنیم الله متعال ملائکه کتاب رو ملائکه برمی‌دارن میارن به پیامبر میدن و پیامبر الله متعال و پیامبران میان برای ما معرفی میکنن قیامت رو و بهشت دوزخ رو و مسیری که پیش روی ماست و به همین خاطر ایمان به قیامت هم در این رکن‌ها داخل هست. و بعد از اون ما در مسیر رسیدن به قیامت در دنیا قضا و قدر الهی رو به هر حال به عنوان یکی از ارکان ایمان برای مقابله و برای فهم و درک صحیح زندگی در اون مسیری که ما پیش میریم ما بهش نیاز داریم که 6 رکن ایمان هست. ایمان بالله، ایمان به ملائکه، ایمان به کتب آسمانی، ایمان به انبیای الهی و ایمان به قیامت و روز آخرت و ایمان به قضا و قدر الهی چه در بخش خیرش و چه در بخش شرش. این مختصری از جزئی از حدیث جبرائیل علیه السلام بود که در
ایمان رو برای ما معرفی کرد و اسلام هم در این حدیث ذکر میشه و احسان هم در این حدیث ذکر میشه که اینها رو باز با ان شاء الله بعد از ایمان و بعد از انتهای از موضوع ایمان ان شاء الله و این 6 رکن ان شاء الله باز به اسلام خواهیم رسید و احسان ان شاء الله با امید الله متعال. انشالله. حالا رکن اول این ارکان 6 گانه ایمان به الله متعال بوده است. میشه برای ما بگوین که ایمان به الله متعال یعنی چی؟ باید چه مواردی را ما مد نظر بگیریم در ایمان به الله تا ایمانی که از ما خواسته شده را درک بکنیم و ایمان داشته باشیم؟ ایمان به الله تعالی اگر بگیم اصل دین هست، اگر بگیم اصلا هدف اصلی دین هست، اغراق نکردیم، چون معرفت و شناخت الله تعالی در ایمان به الله تعالی مطرح میشه. ما ایمان به الله تعالی یعنی باور به الله تعالی رو کی بهش دست پیدا میکنیم؟ وقتی که شناخت به الله تعالی داشته باشیم و معرفت به الله تعالی داشته باشیم. و معرفت الله متعال اصل و اساس دینه. اصلا هدف از دین معرفت الله تعالی است. وقتی که ما الله تعالی رو شناختیم اون گونه‌ای که حق شناخت الله تعالی است، بعد خود به خود مراحل بعدی برای ما عادی میشه و سهل میشه. به هر چقدر ایمان ما به الله متعال و شناخت ما نسبت به الله متعال بالاتر بره، به همون تناسب عبادت ما و دینداری ما و پایبندی ما به دین که ما این رو در معنای تقوا خلاصه میکنیم، تقوای ما بیشتر میشه که تقوا هم همون هدف اصلی کل آفرینش آسمان ها و زمین است. درست. ما الان در موضوع ایمان به الله متعال ما باید ببینیم که چه مواردی رو ما باید مد نظر داشته باشیم در ایمان به الله تعالی، که آیا من به مجرد این که چون در ایمان به الله تعالی ما خیلی ها ادعای ایمان به الله تعالی دارن، خیلی ها دارن، و آیا فقط این که من ادعای ایمان به الله تعالی دارم کافی است؟ آیا اون تعریفی که من از ایمان به الله تعالی دارم تعریف درست و صحیح است یا نه این تعریف مغایر با اون چیزی است که الله متعال از من میخواد؟ و حتی قبل از این موارد ادعی هستن که اصلا خود وجود الله متعال رو درش مترددن. ما از اینجا باید شروع بکنیم که اصلا من به عنوان کسی که ایمان دارم به الله متعال، آیا در خود وجود الله متعال، اثبات وجود الله متعال، آیا من واقعا به این یقین رسیدم؟ چون بزرگترین ارتداد و بدترین نوع ارتداد از شناخت الله تعالی است. یعنی کسی که میاد چیکار میکنه؟ کسی که الله متعال رو نشناخته، کسی که الله متعال رو نشناخت، خود به خود دیگه این انسان نمیشه ازش انتظار داشت که به هدف برسه، به راه برسه در بعد دین و در چارچوب دین و در معرفت دینی. الله متعال، شناخت به الله متعال، آیا من وقتی که صحبت میکنم از الله متعال در ایمان خودم به الله متعال واقعا یقین و باور اساسی و قطعی دارم یا نه؟ از کجا میشه فهمید؟ چطور من میتونم بفهمم که واقعا من در خود وجود الله متعال در مرحله اول واقعا به این یقین رسیدم که الله متعال وجود داره، که اگر کل عالم هم آمدن و گفتن الان ما بیش از 7 میلیارد انسان روی زمین داریم، اگر فقط من مؤمن تنها مانده باشم و همه بگن الله متعال اصلا خالقی نیست، اصلا وجودی به عنوان خالق، ذاتی به عنوان خدا با تعبیر عامش، اله به معنی عربیش وجود نداره، اصلا دنیا تقی به توقی خورده و همینجور به وجود اومده دیگه، همینجور تصادفی همه چی به وجود اومده. آیا من به تنهایی در بین این جمعیت حاضر میشم بگم نخیر هست و یک تنه حاضر بشم در مقابل این همه انسانی که منکر وجود الله متعال هستم شروع بکنم به صحبت کردن و اونها رو قانع بکنم به وجود الله متعال یا نه؟ انبیاء الهی این کارو کردن. خیلی از انبیاء الهی وقتی که میاد صحبت میکنه یک نفر میبینیم میاد و یک جامعه‌ای بلکه یک امتی بلکه یک ملتی رو میاد و با الله متعال آشنا میکنه. این نیرو اول در وجود خود ما باید بیاد تا بتونیم که بقیه با الله متعال آشنا بکنیم. ما خودمون باید اول به این حقیقت برسیم، به اثبات وجود الله متعال و شناخت الله متعال، که ما در این بود به چند بخش ان شاء الله اشاره خواهیم کرد. که اولین موضوع بحث خود وجود الله متعال و اثبات وجود الله متعال، و بعد از اون درباره افعال الله متعال و افعال الله متعال رو صحبت خواهیم کرد، و بعد از اون درباره صفات الله متعال صحبت خواهیم کرد که هر کدوم از این بخش ها ما باید درباره این صحبت بکنیم و بررسی بکنیم ایمان خودمون رو، که هر کدوم از اینها از این جوانب یک مسیری از الحاد و بیدینی و شرک و انحراف از این
مراحل منحرف شده. درست. یعنی خیلی ها هستن مثلا کسی مثل شیطان الله متعال رو قبول داره. در برنامه گذاشتن بهش اشاره کردیم. شیطان الله متعال رو قبول داره، بهش قسم هم خورد و صحبت هم کرد، به عنوان خالق هم قبولش کرد، به عنوان قیامت رو هم قبول کرد. اما مشکلش کجاست؟ ما در هر کدوم از این مراحل وقتی که وارد میشیم و بررسی بکنیم اون گونه‌ای که شایسته هست، ما میتونیم اون موقع در ایمان به الله تعالی به اون معنای حقیقی توحید به الله متعال که خالی از هر گونه شبهه و شک و تردید و شرک و غلو در مسیر راه توحید نسبت به غیر الله متعال باشه، ما میتونیم این رو مشکل رو حل بکنیم و بفهمیم که از کجاست مشکل. و اولین مسئله که ما باید پیش ببریم بحث خود آنچه که در قرآن کریم هم بسیار پررنگ است. بیش از 1000 آیه در قرآن کریم ما رو وادار میکنه به تفکر و تعقل و تدبری که نتیجه اون اعتراف به وجود الله متعال و حقانیت الله متعال و ما رو به شناخت الله متعال میرسونه. موضوع بحث شناخت الله متعال، الان اگر سوال مطرح بشه، خب اگر از من یک کسی بپرسه، یک کسی بیاد پیش من شه اصلا بگه آقا من وجود الله متعال اعتقاد ندارم بشه، اصلا من معتقد نیستم. متاسفانه این چیز خیلی زیاد شده در جامعه ما، در عصر و زمانه ما. خیلی میگن اصلا از کجا من خدایی هست اصلا. این اولین مسئله است، اثبات وجود الله متعال. و این بدترین نوع خطر در باب ایمانه که کسی به خود وجود الله متعال شک بکنه که آیا خدایی هست یا نیست. الله متعال وقتی که مؤمنین رو معرفی میکنه میفهمد آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا. کسانی که به الله و پیامبرش ایمان دارن به حدش دیگه تردد به خودشون راه نمیدن، شک نمیکنن. این عدم بازگشت کی حاصل میشه؟ وقتی که ابتدا پخته بشه این ایمان وقتی که شناخت الله متعال پخته میشه، خود به خود این قوه محرکه میشه برای مسائل بعد. برای وجود الله متعال و اثبات وجود الله متعال اگر ما بخوایم دلیل ذکر بکنیم، اصلا خیلی از کسانی که واقعا الله متعال رو شناختن، وقتی انسان به درجه شناخت الله متعال میرسه، اگر بهش بگن برای وجود الله متعال دلیل الله، برای اثبات وجود الله متعال چه دلیلی وجود داره، اونا تعجب میکنن. بخش استاد سلیمانی عزیز، قبل از اینکه شما دلایل ایمان با وجود الله متعال را ذکر بکنید، شما به یک نکته دیگه اشاره کردید، گفتین متاسفانه امروز اما نظریه الحاد یا بیدینی یا انکار وجود الله متعال داره در جامعه ما نشر میشه سبب انتشار این فکری غلطه به شکل یک جمله معترض اگر برای ما بگوین؟ آیا فکر میکنین که دلیل این جهل ما با دین یا دینی را که یک تعداد البته آمدن معرفی کردن و دین اصلا با عقل سلیم، با فطرت سلیم سازگاری نداره و او باعث شده که فکر الحاد ترقی بکنه و منتشر بیشتر شود؟ همون کنی که اشاره کردیم یک بخش هستش همین هست. الله متعال وقتی که درباره کسانی که از راه خارج شدن، چه کسانی که به شرک مبتلا شدن، چه کسانی که کلا منکر وجود الله متعال شدن، وقتی درباره اینها صحبت میکنه میفهمد و ما قدر الله حق قدره. الله رو اونگونی که باید بشناسن نشناختن. الله متعال به عنوان خالق به اونها گونه‌ای که باید معرفی بشه و حقش ادا بشه نشده. این برمیگرده اگر کسی در یک جامعه اسلامی زندگی میکنه و الله متعال رو نشناخته و میاد به مسیر دیگری روی میکنه، این مشکل از خودشه. این مشکل از اینه که الله متعال رو اونگونه که باید بشناسه نشناخته. این مشکل از اینه که در فضایی که زندگی کرده الله متعال خوب معرفی نشده براش. مشکل از کسایی نیست که آمدن خدا را به طور دیگر معرفی کردن. نمیتونیم بگیم مشکل از اونها نیست. طبیعتا کسانی که به هر حال رأس مشکل اونها، رأس مشکل کسی هست که به عنوان به هر حال دین رو بازاری کرده برای به دست آوردن اهداف شخصی خودش. ما می‌بینیم در خیلی بسیاری از متاسفانه جوامعی که منتسب به اسلام هست، ما می‌بینیم که خیلی ها دارن از دایره اسلام خارج میشن و طرف اصلا میگه اصلا خدایی نیست، فلانی و فلانی و فلانی ما رو بازی داده بودن تا پول ما رو بگیرن، جان و ناموس ما رو بگیرن. مشکل سر اینه. البته ولی در این عصر و زمانی که ما زندگی می‌کنیم الان اگر بخوایم ببینیم خب آقا من فلانی منو گناه کرد، فلانی منو از راه بیراه کرد، این بهانه قابل قبول نیست. برای کسی که برای خریدن یک یخچال برای خانه خودش
حاضر نیست که بره چون همسایه گفته فلان یخچال خوبه پس برم من همین یخچال رو بخرم، چون فلانی گفته فلان ماشین خوبه من میرم فلان ماشین رو میخرم، چون فلانی گفته فلان کار خوبه من میرم فلان کارو میکنم، چون فلانی گفته فلان رشته دانشگاهی رشته خوبی من میرم فلان رشته رو میخونم. هیچ وقت این کارو ما نمیکنیم. در دنیای خودمون ما میریم 100 تا جا تحقیق میکنیم، از این میپرسیم، از اون میپرسیم، از این میپرسیم، از اون میپرسیم. اختیار دنیای خودمون رو بر کسی نمیدیم تا به این یقین نرسیم، تا به این اعتماد نرسیم که واقعا بهترین انتخاب در شرایطی که من دارم این هست، ما انتخاب نمیکنیم. اما در دینمون وقتی که اختیار دینمون همینجوری میدیم به اینو، میدیم به اونو، میدیم به اینو، میدیم به اون، وجدنا علیه آباءنا کذالک یفعلون، بابام اینجوری بوده، مادرم اینجوری بوده، منم هستم دیگه. این دینی که ارثی شد، دینی که چون در شناسنامه بابای من دینش این بوده، مذهبش این بوده، باورش این بوده، آخرش میشه این. چون من این رو بهش ایمان نداشتم، من این ارث بردم، به این ایمان پیدا نکردم، به این اعتقاد پیدا نکردم، یقین پیدا نکردم، بهش نرسیدم، اصلا من این رو دنبالش نرفتم. من از روزی که به دنیا آمدم دیدم بابام این کارو میکرد، منم این کارو میکنم. خب چرا این کارو میکنی؟ بابام این کارو میکرد. چرا این کارو میکنی؟ مادرم این کارو میکرد. با اینه که مشکلی که ما وقتی که میایم در باب ایمان وقتی که صحبت میکنیم، ما باید ببینیم آیا ایمان ما یک ایمان ارثیه یا نه، یک ایمانیه که ما واقعا با تمام وجودمون بهش رسیدیم. به همین خاطر میگم از صفر باید شروع کنیم. ما باید از صفر شروع کنیم. آیا من مسلمان، حتی من بچه مسلمان، آیا برای من وجود الله متعال به عنوان یک اصل، به عنوان یک قطع، به عنوان یک باور یقینی ثابت شده یا نه؟ شک دارم درش. این آیا این گونه است یا نه؟ از اینجا باید شروع کنیم. اگر این گونه نیست، این اسلام ارثی من، این دین ارثی من به درد من نمیخوره. این ایمان درونیه که منو میرسونه به اعتقاد، میرسونه به عمل، میرسونه به عبادت. وگرنه تو وقتی که بابای من بالای سر من هست نماز میخونم، بابام که نیست من نماز نمیخونم. مسلمونه میگه خدا هست ولی نماز نمیخونه. چرا نماز نمیخونه؟ میگه من، انگار که یک مثال ساده‌تر ادعا میکنه که من عاشق فلانی ام، من شیفته و کشته فلانی هستم، ولی سر قرار نمیره پیشش، ولی حاضر نیست باش صحبت بکنه، حاضر نیست دیدنش بره. عشقشو قبول کنیم، ادعای عشقشو قبول بکنیم و باور بکنیم، یا این دوری و بیزاری و بیمهری رو تایید بکنیم؟ کدومش رو؟ این دوتا با هم جور در نمیاد. مشکل از اینه که ما خیلی از باورهایی که داریم یک باور ارثی است. ما در ایمان بالله تعالی، حتی در ایمان بالله تعالی خیلی از مواردی که ما داشتیم، خیلی از ایمانی که ما داریم، خیلی از ماها یک ایمان ارثیه. خدا هست. خب هست. اگه خدا هست چرا دزدی میکنی؟ خدا هست چرا عبادت نمیکنی؟ خدا هست چرا گناه میکنی؟ ما یک جایش میلنگه، یک جایی از کار ما میلنگه، یک جایی از کار ما مشکل داره. اینه که ما از صفر اگر بخوام یک بررسی بکنیم، اولین مرحله همونی که اشاره کردیم که بحث اثبات وجود الله تعالی است. و این برای همه انسان هست. هر انسانی. الان من یک مسلمان میخوام برای غیر مسلمان بگم آقا بیا مسلمان شو. خب میگه چیکار باید بکنم؟ میگم خدا هست. خب این خدا رو برای من ثابت کن که هست. این خدا چی هست؟ کجا هست؟ از کجا چطور میتونیم ثابت بکنیم؟ اگر بخوایم درباره اثبات وجود الله متعال صحبت بکنیم، دلایل انقدر بیشمارن که به تعداد ذرات عالم برای اثبات الله تعالی دلیل وجود داره و بلکه بیشتر. اما اون چیزی که همه روش اتفاق دارن، خیلیا میگن الله نیست، اصلا خدایی نیست، اصلا این دنیا هیچ خالقی نداره. اما همین آدم خودش نظریه پرداز در انکار وجود الله متعال رد میکنه. یک عمری بدون اعتقاد به خدا و باور و دین زندگی کرده. درست. میاد هواپیمای سوار میشه، از یک کشوری میره به کشور دیگه. یک دفعه در هوا مشکلی برای این هواپیما وجود میاد، موتور هواپیما دچار مشکل میشه، دچار سانحه میشه، صاعقه میزنه به گوشه از این هواپیما میخوره، نصف بار کنده میشه، یک مشکلی پیش میاد. خلبان میگه آقا وضعیت به حدی به هم ریخته است که دیگه هیچ امیدی برای نجات نیست. خوشبینانه ترین حالت اینه که ما بتونیم با این وضعیت خودمون رو بندازیم در دریایی که نزدیک ماست، در اون آب، که اونجا هم دیگه بعدش هر چی شد دیگه. اینجاست که یک دفعه انسان احساس میکنه که نیاز داره به یک نیرویی که کمکش کنه. اینجاست که همون کسی هم که ملحد منکر وجود الله تعالی است، اینجا با تمام سلول بدنش احساس میکنه که یک نیرویی هست که میتونه الان
در این آسمان این هواپیما رو کنترل کنه. یک نیروی هست. در کشتی داره میره، طوفان میاد، موج از این طرف، یک موج از اون طرف میاد، تمام امیدش به عقلش، به تکنولوژیش، به توانایی‌هاش، به هواپیما و هلیکوپترش قطع میشه و جونم خیلی عزیزه. ما انسان‌ها خیلی جونمون رو دوست داریم. جان بسیار عزیزه. وقتی انسان در جایی میرسه که واقعا امیدش از همه جا قطع میشه، اون موقع یک نیرویی هست که انسان رو فریاد میزنه که بیا این طرف. خود به خود وجود من، هر انسانی خود به خود وجود انسان رو میکشونه به اون سمت. وقتی که عزیز انسان روی تخت بیمارستانی افتاده و خیلی هم دوستش داره آدم، همسر انسان، پدر و مادر انسان، فرزند انسان، دوست انسان، و پزشک‌ها قطع امید میکنن ازش، میگن دیگه امیدی برای زنده موندنش نیست. در اون قوانین پزشکی که ما برای خودمون در دانشگاهمون تدریس میکنیم، احتمال زنده موندن این شخص صفره. اونجاست که انسان هنوز ناامید نیست. اونجاست که انسان ولو اینکه یک عمرم نماز نخونده، به خدا هم باور نداشته، اونجاست که احساس میکنه یک نیروی هست. یک جای صحبت یک پزشکی رو، جراح مغز بودشون، و صحبتش رو گوش میکردم، خیلی برام جالب بود. ازش پرسید یک مجری تلویزیون که شما در حال از جراحایی بود که در دنیا مقام داره، چندمین مقام رو در دنیا داره، معروف است، یعنی نصف عمرش این سر دنیاست، نصف عمرش اون سر دنیاست. گفت شما با توجه به اینکه به هر حال جراحی مغزم کار آسونی نیست، شده که در اتاق عملت نتونی از عهده یک مشکلی بر بیای؟ گفت من بارها جراحی‌هایی که انجام دادم به یک نتیجه همیشه رسیدم که وقتی من میرم بالا سر مریض، این من نیستم که اونجا تصمیم میگیرم، کسی دیگه است که تصمیم میگیره. گفت چطور به این نتیجه رسیدی؟ گفت خیلی وقتها از لحاظ پزشکی تمام موارد پیش بینی شده، آزمایش‌ها، عکس‌ها، همه چی مرتبه که این عمل 95% موفقه. اما وقتی که رفتیم در اثناء عمل به اتفاقاتی برای ما پیش اومده که اصلا نمیتونستیم تصورش رو بکنیم و در فکر ما هم نمیومد به اون 95%، چون 5% به این 95% غالب شد، از دنیا رفت. عملی بود که شاید 10% هم امید موفقیت نداشت، رفتیم و به راحتی دیدیم خود به خود مشکل طوری حل شد که ما موندیم که چطور حل شد. این همونیه که پشت در بیمارستان، اینجا که پزشک داره کار میکنه روی مغزش و امیدی به زنده موندن نیست، اون پشت یک کسی میره دست بلند میکنه. اینو قرآن برای ما خیلی زیبا معرفی میکنه. قرآن وقتی که کتاب الله است، الله تعالی بندهش رو وقتی که خلق کرده میفهمه که کجای این بنده چه وقتی این قلبش حرکت میکنه. غرور، تکبر، شهوت، مال، فرصت‌های دنیا چنان ما رو غافل میکنه که خیلی وقتها ما از روی غرور میگیم خدا نیست، از روی تکبر میگیم خدا نیست. اما وقتی غرور آدم میشکنه، وقتی که این شهوت‌ها تمام میشه، وقتی که انسان در اوج بیماری و مریضی میفته یه گوشه‌ای، یک جای گیر هیچ میده، کسی یک جای دیگه هیچ امیدی برای زنده موندن نداره، لبه پرتگاست، میدونه که هیچ راهی نیست، اونجا که به اوج ضعف و ناتوانی خودش اعتراف میکنه، اونجاست که دیگه دست بلند میکنه. همسایه‌ای داشتیم، پیرمرد بود، 70 سالش بود، و یک روزی گفتن بیا بالا سرش یک دعای بخون، صحبت کن، خیلی ناامیده. رفتیم پیشش و باهاش صحبت میکردیم، گریه میکرد. پزشکان جوابش کرده بودن، خانمش نگفته بود بهش، و به هر حال افتاده بود در بستر بیماری. در جوانی هر کاری که دلش خواسته بود کرده بود. هر آن چیزی که در ذهن شیطان میشه تصور بکنه انسان، که شیطان چه چیزایی تصور میکنه، این عمل کرده بود، عملی. اینجوری گفتن به من که یعنی این آقا اینجوری بوده زندگیش. وضعش هم خوب بود. از اروپا و آمریکا هم کشور و شهری نبود که در جوانی نرفته باشه و کاری نبود که نکرده باشه. الان رسیده به سن چند سالگی؟ 70. الان رسیده به چی؟ نه از اون جوانی خبری هست، نه از اون ثروت پول خبری هست، نه از اون غرور و تکبر و شهوت خبری هست. نشسته بود. من همینجوری به اقتضای اینکه توی شناسنامه‌اش نوشتن بچه مسلمان بود دیگه.
بالا سرش نشستیم و شروع کردم به یک سری صحبت کردن ها. گریه کرد. گفت میترسم. گفتم از چی میترسم؟ گفت از آیندم میترسم. از بعد از مرگم میترسم. از اینکه چی بشه. بهش گفتم یک چند تا دعا خوندم بالا سرش، رقیه شرعی بود و اون شبش خیلی آروم خوابیده بود. باهاش صحبت کردم، دلداری دادم بهش. فرداش گفتن باز بیا. فلانی صدات کرد. رفتم. گفت چی خوندی دیشب بالا سر من که قد آروم بودم؟ گفتم بخون خودت، میتونی بخونی، خیلی راحته. گفت چی بخونم؟ گفتم سوره حمد بخون. باور میکنید جوابی داد که تن من لرزید. موندم چی بهش بگم. گفت سوره حمد چیه؟ گفتم الحمدلله. گفتم والا شاید اسمشو بلد نیست. گفتم همین الحمدلله رب العالمین، همین بخون. باور میکنید که حرف نزد با من، با اشکش صحبت کرد. خانمش گفت بلد نیست بخونه. 70 سال سوره هم بلد نیست بخونه. 70 سال این آقا نماز نخونده. آخرش باید اعتراف کنی. هر کسی که از الله متعال دور باشه آخرش باید اعتراف بکنه که الله هست. میرسه به این درجه میرسه. ولی اینکه فرعون باشه. در لحظه غرق شدن چی گفت فرعون؟ لا اله الا گفت الله. من ایمان آوردم به همون خدایی که بنی اسرائیل بهش ایمان آوردن. مسئله ایمان به الله تعالی مسئله وقت فقط. ما همه ما انسان ها این که به الله تعالی ایمان داشته باشیم و نداشته باشیم فقط مسئله ما مسئله وقته. یکی الان ایمان میاره زودتر، یکی آخرین لحظه ایمان میاره، یکی وقتی ایمان میاره که فرشته مرگ میبینه که دیگه فایده نداره اون موقع. این ندای چیه؟ اینو ما بهش میگیم فطرت. اینو ما بهش میگیم اون قلبی، اون نیرویی که الله متعال در وجود انسان میذاره از وقتی که به دنیا میاد. این اون برنامه‌ریزی که کارخونه اصلی که انسان رو خلق کرده، که صاحب کارخونه الله تعالی است، در وجود انسان گذاشته که این هر وقت یک دفعه اگر خودش رو ریستارت بکنه، فرمت کنه خودش رو، دوباره برمیگرده به حالت عادی. اما خیلی وقتا ما چنان مشغولیم به زندگی دنیا، به شهوت‌ها و لذت‌ها که یک زوری باید ما رو برگردونه. الله متعال می‌فرماید که یکی از در آیات مختلف یکی از نشانه‌های وجود الله متعال و از مهمترین نشانه‌های وجود الله متعال اینه که انسان خودش اعتراف میکنه در سختی‌ها، در مشکلات، در مصیبت‌هایی که دیگه به حد پایان میرسه، دیگه راهی نیست برای فرار، دیگه این آخرشه، دیگه کم میاره، دیگه اونجا میشکنه انسان. اون موقع هر کسی اعتراف میکنه که کسی هست، یک خالقی هست. این ندای فطرته. ما اسمش میذاریم فطرت، ضمیر اصلی و پاک انسان که در وجود انسانه. یکی از دلایل وجود الله متعال فطرت انسانه که هر انسانی در ذات خودش به این اعتقاد میرسه یک روزی، بله طرف یک روزی به هر حال الان دچار مشکله، دچار شهوت، غلبه کرده شهوت بر اون، غرور بر اون، تکبر بر اون، مال دنیا و حب جاه، حب مال، مشکلات مادی، مشکلات روحی، مشکلات جسمی و این رو اعتراف نمیکنه. اما همه ما خدا رو کجا میشه شناخت؟ خدا رو در دریا وقتی که انسان داره غرق میشه. خدا رو در هواپیما وقتی بهت میگن هواپیما داره سقوط میکنه. خدا رو پشت اتاق در اتاق عمل وقتی که میگن بچت هیچ امیدی برای زنده موندنش نیست. اون موقع هر کسی که باشه، همینی که تا دیروز مسخره میکرد نمازگزارا رو، میگه مسجد کجاست؟ دنبال چی میگرده؟ دنبال خدا میگرده. این ندای فطرت، اولین دلیل بر اثبات وجود الله تعالی. تشکر، سلامت باشید. ولی دلیل خیلی مشکلی هست. شما میگین که وقتی که انسان در یک مشکل گیر داد، اون وقت خدا رو میشناسه. حداقل خوبیش اینه که دیگه بعد از اون اگر فرصتی داشت خوب زندگی میکنه، اگه مرد باشه. اگه باز نامرد بود، ما انسان خیلی پوست کلفتیم. الله متعال میفرماید که در دریا وقتی که گیر میکنن بعضیها میگن که لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. خدای تو یک دفعه ما رو این دفعه نجات بده، من بنده خوبی میشم. یک دفعه تو این دفعه من نجات بده، این دفعه مشکل بچه من هر که من میدونم چطور زندگی کنم، من میدونم چطور پاک بشم. بعد از اون دوباره باز همون آش و همون کس. خب درست است. میبینیم که وقتی که از مشکل نجات پیدا میکنن باز با چی برمیگردن؟ بنده های عزیز، من برنامه کوتاه را میبینیم و ما هم برمیگردیم. از شما
قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني. با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با موضوع شناخت الله متعال در برنامه زلال ایمان خدمت شما هستیم. قبل از میان برنامه استاد سلیمانی عزیز در مورد مواردی که در ایمان به الله لازم هست گفتن اولین چیزی که لازم هست ایمان به وجود الله است که ما باید قائل شویم الله وجود دارد. دلایل این که الله وجود دارد گفتن یکی از دلایلش این است که انسان وقتی که در یک مشکل گیر میده به یاد یک ذات میگرده که او را از اونجا از اون مشکل نجات بده. همان ذاتی که از اون امید نجات داره همون الله است. گرچه این خیلی دلیل مشکل است، یعنی تا چه وقت استاد سلیمانی عزیز ما در تلاش این باشیم که در یک مشکل گیر بودیم تا الله را بشناسیم، با وجود الله ایمان بیاریم و هم نجات پیدا میکنیم یا نمیکنیم چیزی احتمالی هست. هواپیما در حال سقوط باشه یا در کشتی سوار باشیم که در حال غرق شدن باشه، یا هم روی میز جراحی باشیم که پزشکا گفته باشه خلاص قضیه ازی تمام هست. و وقت اگر ما خدا را بشناسیم، ما خدا را به یک شکل یا به یک دلیل دیگه برای ما معرفی بکنین تا خدا را در حال صحتمندی، در حال سلامتی، در حال عافیت بشناسیم که قدرش هم بدانیم. دلیل دیگه غیر از این دلیلی که همونجوری که اشاره کردم بیشمار هست. این دلیل بیشتر بحث ندای فطرت برای کسانی است که وجود الله متعال رو منکرن. درست. اینا خودشون هم آخر اعتراف میکنن. این دلیل قوی است. کسی که یک عمر تلاش میکرده و صحبت میکرده و انکار میکرده وجود الله متعال رو، الان خودش معترفه. وقتی که این انسان میاد اعتراف میکنه دیگه جایی برای انکار نمیمونه. اما این تنها دلیل نیست. این برای کسانی است که میگن نیست الله تعالی. میگه بابا خودت تو آخر اعتراف میکنی که نیست، از همین الان بیا اعتراف کن، خیال خودت رو جمع کن و راحت کن. این دیگه نهایت ذلت و بدبختی انسانه که انسان به همچین جایی برسه و هنوز الله رو نشناخته باشه و اونجا مجبور بشه بشناسه. و چه بسا که همونجوری که شما فهمیدید قبول نشه. مثل فرعون که در آخرین لحظه این حرفو زد اما دیگه ازش پذیرفته نشد. اگر بخوایم الله متعال رو بشناسیم، برای اثبات وجود الله متعال نشانه‌های فراوان است. ما در قرآن به اونها میگیم آیات. آیه یعنی نشانه. درست. الله متعال در سوره نحل آیه 103 میفرماید 104 که ان الذين لا يؤمنون بآیات الله لا يهديهم الله. کسانی که به آیات الله متعال ایمان نمیآورند الله متعال اونها رو هدایت نمیکنه. ان الذين لا يؤمنون بآیات الله لا يهديهم الله. کسانی که باورمند نیستن، ایمان ندارن به نشانه های الله متعال، الله متعال اینا رو هدایت نمیکنه. ولهم عذاب علیم. و در عذاب بسیار دردناکی دارن. نه تنها در آخرت، تو همین دنیا بیشتر از آخرت عذاب میکشن این. در لحاظ روحی و جسمی. الان الله متعال میفهمن کسانی هدایت میشن به حقیقت معرفت الله تعالی میرسن که ایمان دارن، باور دارن به نشانه های الله تعالی، به آیات الله تعالی. این آیات معنی واسعی داره. در رأسش آیات کلام الله مجید است که هر کدوم از اینا یک نشانه است. و وقتی میگیم آیات قرآن، هر کدوم از اینها یک مصداق عینی داره در دنیای دور برمون. در پایان سوره فصلت الله متعال میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. این آیات رو کجا دنبالش بگردیم برای شناختن الله؟ الله متعال میفرماید من به اونها نشون میدم. عجیبه که این کلمه هم هست سنوریهم.
یک سین داره سر کلمه نوریهم. به زودی من به اینها نشون میدم آیاتم رو. فی الافاق، سین به معنی به زودی میاد. در آفاق، در کرانه ها، و فی انفسهم، در ذات خودشون، حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینکه برای اونها ثابت بشه و حقانیت الله متعال که واقعا وجود داره و اون صفاتی که باز خود نه تنها وجودش، بقیه آن چیزی که ما در ایمان به الله تعالی ثابت میکنیم. ایمان به الله متعال در عصر و زمانه ما استاد رحیمی عزیز خیلی آسان‌تر شده تا زمانهای گذشته. از چه بابت؟ ما اگر در 200 سال پیش 300 سال پیش زندگی می‌کردیم، ایمان به نشانه‌های الله متعال انقدر واضح و آشکار نبود و نشانه‌های وجود الله متعال انقدر متبلور نبود که الان هست. یک پشه رو اگر ما 200 سال پیش بهش نگاه می‌کردیم چی می‌دیدیم ازش؟ یک پشه می‌دیدیم. پشه. یک دشمن انسان که میاد و شب دنبالش می‌گردیم که چطور بکشیمش. اما الان وقتی که این پشه رو می‌ذاریم زیر یک دستگاه امروزی و بزرگش می‌کنیم هزاران مرتبه، چی می‌بینیم ازش؟ یک دستگاه عجیب، یک کارخانه عظیم ما می‌بینیم اینجا. وزنش چقدر است؟ 1 گرم یا کمتر؟ 1/10 گرم؟ نه. 1/100؟ نه. 1/1000 گرم وزن پشه است. با شکم خالیش دیگر، البته که به جون ما و شما بیفته باز 1 گرم هم شاید بشه. این پشه، آیا انسان وقتی که نگاه میکنه، الله تعالی فرمود من شرم ندارم از این که، الله تعالی شرم نداره از این که مثال بزنه به پشه حتی. این یک نمونه است. من گفتم به تعداد ذرات عالم برای وجود الله متعال دلیل هست. همین موجودی که ما اصلا بهش فکر نمی‌کنیم، فقط دنبال کشتنش هستیم. اگر باور بکنید، من بعضی وقتا آدم وقتی که در جزئیات خلقت برخی از موجودات داخل میشه دلش نمیاد بکشه اینا رو. همین پشه که نشسته رو دست انسان و داره خون انسان میخوره دلش نمیاد آدم بزنه اینو بکشه. وقتی که میبینه این 100 تا چشم داره، 100 تا چشم داره. چی داره؟ 100 تا چشم داره این پشه. 3 تا قلب داره. یک قلب برای پیکرش، یک قلب برای این بالا این طرف، یک قلب برای بالا این طرف. 3 تا قلب داره پشه دستگاه آزمایش خون داره تو بدنش. وقتی که میشه روی بدن ببینیم خون هر کسی رو نمیخوره. چند نفر توی یک اتاق هستن، یکی رو درب داغون کرد، یکی دیگه هیچ کاری باش نداره. میاد میشینه رو بدنش در جا، همون قبل از اینکه خون بگیره یک ذره اول نگاه میکنه، میسنجه آیا این خون به درد من میخوره نمیخوره. خورد ادامه میده، نخورد بلند میشه میره. این پشه دستگاه آزمایش خونم داره، دستگاه تصفیه خونم داره. بعضی خونا چربه، به دردش نمیخوره، همونجا تصفیه میکنه میبره. این پشه رادار داره که از طریق حرارت بدن موجودات اونا رو پیدا میکنه. رادار حرارتی داره. این پشه وقتی که میشینه روی بدن، به خاطر اینکه اون لحظه‌ای که سوراخ میکنه پوست رو دردش احساس نشه، بی‌حس میکنه پوست بدن رو. ماده بی‌حسی میزنه که کارش انجام داد، رفت بالا رو سقف. اون لحظه که احساس تموم شد، اون ماده که اثرش تمام شد، ما تازه احساس میکنیم که یک انگار سوزنه که خورد. اینطوری میکنیم که پشه اون بالا داره میخنده به ما. کارش تمام کرده رفته. در این خرطومش 6 تا کارد مختلف داره. اینو ما دیدیم دیگه، داریم میبینیم. الان با دستگاه امروزی داریم میبینیم. 6 مدل کارد داره و چاقو. 6 مدل. حالا این کاردای مثل ما نیست دیگه، به همون به اندازه این خرطومش به اندازه یک موه. این خرطومش به اندازه یک موه. اینها 4 تاش میزنه یک مربع تشکیل میده برای اون حفره‌ای که میخواد درست بکنه و خون بگیره. 2 تا دیگه‌اش مثل یک خرطومی میزنه داخل پوست و خون میکشه. پاهاش هم چنگال داره برای جاهایی که نیاز باشه خودش رو نگه داره و هم حالت مکشی داره جاهایی که لغزنده باشه که بچسبه به اون. این پشه است. این یک پشه است. هنوز ما فقط اشاره کردیم به چند موردش، نه؟ چند مورد کوچیک از این یک پشه است. میلیاردها از اینا روی زمینه. اینو با این نظم و خلقت کی وجود آورد؟ این یک نشانه است. این یک نشانه است. این کی وجود آورد؟ این یک دستگاه. اصلا خود به خود
اگر انسان بتونه، هرگز نمیتونه انسان مثلا اینو خلق بکنه. انسان نمیتونه هرگز مثل اینو خلق بکنه. خودش هم که وجود نیاورده، خودش هم که خالق خودش نیست. این یک نمونهش. مگسش مثل این، بقیه حشرات مثل اینا. هرچی بیایم این طرفتر، فاینما تولوا فثم وجه الله. هر طرفی که روح بکنه انسان، روح بکنه، قدرت عظمت الله تعالی رو میبینه. در وجود خودمون وقتی که نگاه میکنیم، وجود ما انسان ها الان آنچه که در علم پزشکی مطرح میشه و میخواد انسان میره وقتی که بررسی میکنه، انسان وقتی که میره به نظر من بعضی وقتا تعبیری برای دوستان استفاده میکنم، میگم اگر عزیزانی که در علوم پزشکی و حتی علوم مهندسی، در علوم فیزیک، در علوم شیمی، کیمیا به تعبیر دیگه‌اش، در آنچه که به بیولوژی معروفه و زیست شناسی تعبیر میکنن، در چه زیست جانوری، چه زیست گیاهی، کسانی که در زندگی حیوانات و گیاهان دارن تحقیق میکنن، اینها اگر واقعا انسان به دنبال حقیقت باشه، این یک دانشگاه توحیده. اینجا یک مدرسه است برای شناخت الله تعالی. علم، معجزه قرآن کریم چیه؟ معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن کریمه. قرآن کریم مبناش بر علمه. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا در قرآن تدبر نمی کنن؟ اگر در قرآن اختلافات، اگر از جانب غیر الله تعالی بود، اختلافات زیادی درش می بود. سنوریهم که من اشاره کردم، الله تعالی فرمود من آیات و نشانه های خودم رو به زودی برای اونها نشون میدم، گویی که الان در عصر و زمانه ما بیشتر تبلور پیدا میکنه. الله تعالی از آینده صحبت کرد. ما الان عظمت مثال به بشر بیشتر میفهمیم تا 100 سال پیش. دقیقاً. ما وقتی که در آیات قرآن کریم میایم و بررسی میکنیم و میبینیم جزء آن چیزی که در کائنات هست، ما رو باید به الله تعالی برسونه. در آیه 190 سوره مبارکه آل عمران، این آیه وقتی که نازل شد، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف شبانه روز نشانه هایی است برای کسانی که صاحب لبن، مغز دارن، تفکر و تعقل دارن، فکر میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم از شب تا صبح که این آیه نازل شد در نماز تکرار میکرد و اشک میریخت. چرا؟ این برای ما یک جای سواله، نه؟ یه آیه است در آسمان و زمین، در آفرینش آسمان ها و زمین و در پیدایش شب و روز نشانه هایی است برای اهل خرد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ایستاده، دراز کشیده و نشسته الله متعال یاد میکنن و فکر میکنن در آفرینش آسمان و زمین و میگن ربنا سبحانك ما خلقت هذا بهتان، سبحانك ما خلقت هذا باطلا. اینها رو تو هرگز باطل نیافرید. اگر انسان بلند شه، اینا رو نمیشه داخل محیط بسته خونه و شلوغی ها و سر صدای اطراف و درس و مشق و کار و این چیزها فرصت رو از ما گرفته برای تفکر به این چیزها. انسان لازم بعضی وقتا خلوت کنیم، با خودمون بشینیم، همین پنجره خونمون رو باز کنیم، اگر پشتش درختی هست، گلی هست، اگر نیست بریم بیرون یک قدمی بزنیم، بریم در کنار چند تا درخت، چند تا گل، چند تا بوته گیاه، بریم در جاهایی که طبیعت بازتر است، در جنگلی، در کوهی، بریم یک گوشه‌ای بشینیم، بریم یک نگاه بندازیم، یه برگ برداریم نگاه کنیم بهش. این طراحی که روی این برگ شده، این نقش و نگاری که روی این برگ است، یک برگ دیگر رو بردارین بذارین کنارش، اون با این فرق میکنه. یکی دیگر رو بذارین کنار این، اون با این دوتا باز فرق میکنه. تمام اینها با هم فرق دارن. همه برگ درختان، تمام ذره ذره یک درخت، یک گیاه، حیوانات مثل خودش. این شکل‌های خط‌های روی بدن حیوانات هیچ کدوم مثل هم نیست. پلنگ‌ها، یوز پلنگ‌ها هیچ کدوم مثل هم نیست. هر کدوم خاص خودشه. فقط همون گونه که اثر انگشت ما هیچ کدوم مثل هم نیست. همون گونه که شکل مردمه که چشم ما هیچ کدوم مثل هم نیست. هر کسی یک هویت خاص خودش رو داره. همه چیز یک نمونه است در دنیا که خود این دلالت بر توحید میکنه. همه چیز یک نمونه است. حتی بلورهای برفی که از آسمان میفته، شکلش رو وقتی نگاه میکنیم از نزدیک میبینیم شکل‌های زیبایی داره. این بلور برف با اون بلور برف فرق میکنه، شکلش یکی نیستن. هر کدوم یکی هستن، فقط یکی مثل خودش نداره دیگه.
در آفرینش آسمان ها و زمین وقتی که انسان نگاه میکنه، یه نگاه میندازیم به خورشیدی که هر روز داره میاد از این طرف داره میره، هیچ بهش نگاه نمیکنیم. خورشید زمین رو الان خیلی ساده شده برای ما در اینترنت اگر بخوایم نگاه بکنیم از طریق گوگل ارت، نقشه هایی که برای ما هست، در اون سرزمینی که هستیم همینجوری بیایم بالا بیایم بالا بیایم بالا، بریم بالاتر بریم بالاتر. وقتی که میریم از شهرمون میریم بیرون، از کشورمون میریم بیرون، از کره زمین میریم بیرون، از بعد منظومه شمسی میریم بیرون، از کهکشان راه شیری میریم بیرون. اینا هستن، اینا واقعیت‌های موجود دور بر ماست. ما اگر یک نگاه بندازیم زمین چقدر بزرگه، خیلی بزرگه. زمین ما نسبت به ما خیلی بزرگه. این زمین در برابر خورشید یک ذره حساب نمیشه. خورشید 1,300,000 برابر زمینه. 1,300,000 برابر، یعنی 1,300,000 تا زمین داخل خورشید جا میشه. فاصله ما تا خورشید 156 میلیون کیلومتره. الان این خورشید با این عظمت و این مسافت 156 میلیون کیلومتری رو، همه این مسافت و اون خورشید در یک ستاره‌ای که در صورت فلکی عقرب بهش میگن قلب العقرب، همین رو داخل اون جا میشه. باز یک کمی بیایم بیرون از زمین، یک کمی بیایم فکر کنیم که ما فقط خودمون نیستیم، این خونه ما، دور بر ما، مشکلات ما، درس زندگی ما نیست. این بیرون ما اگه میخوایم الله تعالی رو بشناسیم نمیتونیم در این 4 دیواری دور بر خودمون فقط بشناسیم. درسته شاید خودمون جسمن اینجا هستیم، اما ذهنمون رو ببریم بیرون، پرواز کنیم بریم بیرون، بریم از زاویه‌ای به زمین نگاه کنیم که فرشته‌ها دارن نگاه میکنن، حداقلش مثلا از کره زمین بریم بیرون، بریم بیرون از این قیرقار و دنگا و جنگا و دعواها و درگیری‌های کره زمین. بریم بیرون، ماهو میبینیم، این طرف‌تر مریخ رو میبینیم. روی مریخ چه خبره؟ اون طرف‌تر ما پلوتون داریم، زهره داریم، اورانوس داریم، مشتری داریم، یک غولی چندین برابر زمین. میریم خود خورشید داریم 156 میلیون. همین خورشید اگه ما دربارش تفکر بکنیم، بشینیم یه روزی فکر بکنیم، همین 156 میلیون کیلومتر هم فاصله داره، 1300 برابر 1,300,000 برابر زمین هم هست. به این گندگی، با این عظمت، هر روز داره حرارت میده، هر روز داره نور میده به ما. از کجا میاره اینا؟ چه نیروی اینو نگه داشته؟ خودش. این ماه ما رو کی بالای سر ما نگه داشته؟ خودش. این زمین ما که الان کره ما کروی هستیم دیگه، به شکل کره هستیم، وقتی میریم پایینش رو نگاه میکنیم، الان تو کره نیم کره جنوبی ما در واقع باید کلا همه پایین باشه و یکی یکی بیفتن برن پایین دیگه. یعنی وقتی که کره هستن اونا پایین زندگی میکنن، باید لنگاشون بالا باشه، کلهشون پایین باشه. اما چرا این نیروی جاذبه چرا نمیگذره؟ این نیرو از کجا اومد اصلا؟ از کجا خلق شد؟ یک مقداری در آفرینش آسمان و زمین وقتی ما تفکر بکنیم، هر جزش من میگم وقتی اگه بخوایم ما صحبت بکنیم یکی دوتا نیست. و ما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امثالکم. هیچ پرنده‌ای در آسمان نیست و هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست مگر امت‌هایی مثل شما. وقتی دنیای مورچه ها رو آدم نگاه میکنه، وقتی که دنیای زنبورها رو نگاه میکنه، وقتی که دنیای حشرات رو نگاه میکنه، اینها موجودن، اینا هستن، روح دارن، اینا خودشون به وجود نیومدن. دقیقاً. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا اینا همینجوری از هیچی به وجود اومدن؟ ام هم الخالقون. قرآن این ندای قرآنه. قرآن میخواد عقل به حرکت بندازه، میخواد ایمان یک ایمان حقیقی باشه. ایمان به وجود الله متعال با تفکر در مخلوقات الله متعال حاصل میشه. جز اینا رو ما باید تفکر بکنیم، باید بشینیم تفکر بکنیم. و والله اگر ما بیایم روز به روز بیایم یک کتاب برداریم ببینم درباره آفرینش، مثلا عجایبی که در دنیای مورچه ها هست، زنبورها هست، درخت ها هست، گل ها هست. یک درخت خرما مثلا یک نمونهش، درخت سیبش یک دنیای دیگه است، این بوتهاش یک دنیای دیگه است. درباره ستارگان، فلا اقسم بمواقع النجوم، الله تعالی میفرماید قسم به جایگاه ستارگان، و انه لقسم لو تعلمون عظیم. اگر شما میفهمیدید که قسم به جایگاه ستارگان یعنی چی، خیلی این قسم عظیمه. بیاین بیرون از کره زمین، ببینیم جبرائیل علیه السلام وقتی میره به عرش چی میبینه سر راهش. از زمین بیایم بیرون، بریم بالا، بریم بالاتر، گم میشیم.
کهکشان راه شیری 100,000 سال نوری از این طرف تا اون طرف، میلیون ها ستاره مثل زمین دارد. ما اصلا کجاییم؟ این عالم اختیارش دست کیه؟ تقی به تقی خورده به وجود اومده؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا وجود از عدم چطور ممکنه یک چیزی که هست از هیچی به وجود اومده باشه؟ یک مسئله عقلی است. یکی از اسبابی و دلایل، یکی از وسایلی که ما رو به شناخت الله متعال میرسونه عقله. ما در آیات قرآن کریم چقدر به عقل، افلا تدبرون، افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا یذکرون، افلا تتذکرون، همه اینها دعوت به تفکر، دعوت به فکر کردن. ما باید بشینیم فکر بکنیم تا ما با تمام وجود الله متعال قدرتش رو احساس بکنیم. باید ببینیم در ذره ذره عالم، باید الله تعالی رو ببینیم. من در تعجبم و در حیرتم از دانشجویی که میره مثلا درباره فیزیک درس میخونه که آقا عناصر ماده چند تا بودن، اتم چی هست و الکترون چی هست و نوترون چی هست و پروتون چی هست و این ماده با اون ماده چطور واکنش شیمیایی انجام میده، و بعد خالق اینها رو نمیبینه. از حرکت الکترون دور هسته اتم صحبت میکنه، اما اون کسی که این نیرو رو به وجود آورده نمیبینه اون رو. یک جایی با یک دانشمند هسته‌ای در یک نمایشگاهی درباره اعجاز علمی قرآن کریم صحبت میکردیم، نشسته بود و یکی از کسانی بود که برها در نیروهای اتمی به اصطلاح دیگه در نیروگاه‌های اتمی مشغول فعالیت بود و یک آیاتی رو، حالا من شاید فرصت نشه در برنامه بعدی، اگه فرصت شد بیشتر صحبت میکنیم دربارش، صحبتی برام داشت. ازش پرسیدم شما رشته شما با کار شما نمیخوره، بی‌طرف شما یک فیزیکدان هسته‌ای هستی و نه ظاهر شما از دید مردم عادی و نه تخصص شما نمیخوره به این که شما بیای قرآن تدریس کنی به مردم. خیلی اینجوری فکر میکنن که قرآن مال ملا هست، داخل مدرسه و مسجد هست و فیزیک و شیمی، به والله کل علوم عالم تفسیر یک آیه قرآن بیشتر نیست. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. کل علوم عالم شرح این آیه بیشتر نیست. کل علومی که امروز ما به امور علوم روز میاریم، یا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم یا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. ایشون گفت که منی که به اوج این علم دیگه، ما به اصطلاح کسانی که در این درجه میرسن رسیدیم، وقتی میام قرآن نگاه میکنم اشاره داره به نشانه هایی که جز این که زانو بزنم در برابر این کتاب بگم این کتاب از پیش کسی از نیرویی هست که اون خودش همینا رو به وجود آورده، نمیتونم چیز دیگه بگم. امکان نداره 1400 سال پیش کسی اصلا روی زمین 100 سال پیش همچین چیزهایی رو بلد بوده باشه، اما این کتاب 1400 سال پیش صحبت کرده از نشانه های وجود الله متعال. هر چقدر ما در این باب صحبت بکنیم درباره تفکر، من اول به خودم میگم و خواهش من از همه عزیزانی که صحبت ما رو میشنون اینه که بیایم یک کمی تفکر کنیم، بیایم بشینیم. عجیبه که در این آیه که الان ذکر کردیم در 190 سوره آل عمران که تفکر به الله تعالی دعوت به تفکر در آسمان و زمین کرد، شبیه این رو با تفسیر بیشتر در آیه 164 سوره بقره داریم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، که مفصل نمیتونیم شرحش بدیم ان شاء الله در برنامه بعدی. بعدش چی میگه در آیه بعدی؟ در آیه 165 و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. کسایی که ایمان آوردن الله رو بیشتر از هر کسی دیگری دوست دارن، بیشترین محبتشون به الله تعالی است. این محبت رو کجا ذکر میکنه؟ بعد از اون آیات. تفکر، بعد از اون آیات. تفکر در خلقت الله متعال، در مخلوقات الله متعال که واقعا چقدر شگفتی است، چقدر عظمته، چقدر قدرته. این همه برگ در آسمان و زمین، این همه درخت در آسمان. این فقط همین مثلا درخت‌ها رو نگاه میکنه. من و شما اگر بگم بیا یک درختچه از همین درختچه پلاستیکی که ما اینجا گذاشتیم همینا رو یک کسی بخواد درست بکنه، خب الان من باید طراحی بکنم که این شاخه کجا باشه، چطور بره، این گل چطور باشه، رنگ این گل تا کجا چطور باشه. میخواد طراحی، میخواد یا نمیخواد؟ الله متعال این همه داره طراحی میکنه، این همه نقاشی کرده عالم رو، زمین و آسمان رو. هر سنگش رو نگاه میکنیم یک عظمته، هر برگش رو نگاه میکنیم یک دنیایی است، هر موجودش یک دنیاست. اینها رو تفکر در خلقت آسمان و زمین و در وجود خود ما انسان ها یکی از اسبابی است که ما رو به
ایمان به الله تعالی و حقیقت ایمان و رابطه به الله تعالی و حب الله تعالی و احساس وجود الله تعالی نزدیک. بدون شک بیننده عزیز، تفکر در اولا در ذات خودمان، در نفسمان و در آنچه که در اطرافمان میبینیم، در ذره ذره این کائنات، اگر ما تفکر و تعقل کنیم میتونیم که الله خدا بشناسیم و این یکی از دلایل و نشانه های وجود الله متعال هست. انشاءالله که با تفکر و تعقل درست بتونیم الله را بشناسیم، اللهی که به او ایمان داریم. همیشه معززان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أعداني. ذنبي تعلاني